من تو این ویدیو میخوام در مورد نحوه تشخیص اکتان صحبت کنم، اکتان خوب، اکتان بد و واقعا چه اکتانی میتونه برای خودروی ما مناسب باشه. اول از همه دوست دارم بگم که شما با خیال راحت میتونید اکتان پتروتکس رو انتخاب کنید و مطمئن باشین که اکتان خوبی رو انتخاب کردین. البته اینو در واقع نه به مزاح، ولی خب گفتم که در واقع بهش توجه کنید. در مجموع اگه بخوام در مورد اکتان صحبت کنم، خب خیلی اگه بخوایم خشک و علمی صحبت کنیم، اون چیزی که میتونه مبنا برای ما باشه تستای آزمایشگاهیه. نکته‌ای که وجود داره اینه که در واقع اون اکتانی که داخل قوطی هستش و قرار شما مصرف کنین، در نهایت وقتی میاد وارد خودرو میشه به تنهایی در واقع مبنای عملکرد نخواهد بود. با یه نسبت مشخصی با اون سوخت خودرو مخلوط میشه و ما باید عملکرد اون مخلوط رو بسنجیم. خب اگه بتونه در نگاه اول، در اون معیار اولی که ما داریم، اون مخلوط رو بتونیم تست کنیم که ساده نخواهد بود، در واقع مطمئنا شما میتونید مقایسه کنید آیا اکتان مورد نظر رسیده یا نرسیده. اینجا من دوست دارم یه چیزی رو بگم که شاید همه وقتی صحبت میکنن میگن اکتان بوستر. من در واقع دوست ندارم این کلمه رو به کار ببرم، دوست دارم بگم مکمل سوخت. ببینید، خود من سالهای سال در واقع تجربه تولید بنزین رو دارم. ما وقتی میگیم بنزین و اون در بخش QC تولید بنزین میخوایم تاییدیه بدیم به یه بنزین، ما فقط اکتان رو اندازه‌گیری نمی‌کنیم. ما یه سری معیارهای دیگه هم داریم که در مجموع وقتی همه اونها در اون رنج‌های مورد نظر ما بود، میتونیم بگیم که بنزین کیفیت مورد نظر رو داره و میتونه به عنوان یه بنزین با کیفیت بره بیرون. برای همین وقتی در واقع برای یه کسی که میخواد استفاده کنه، شاید اولین در واقع معیار رنگ باشه. ما رو بحث رنگ اکتان یا مکمل سوخت رنگ مشخصی رو نداریم که به ما بگه که الزاماً تو این رنگ شما کیفیت بالایی دارین یا کیفیت پایینی رو دارین. ولی به صورت جنرالی میشه گفت که زرد تیره مایل به قهوه‌ای رنگ تقریبا اکثر اکتان ها یا مکمل های سوخت با کیفیت داخل بازار هستش. به لحاظ بو، یه باوری وجود داره که مکمل های سوختی که بوی حشره کش دارن کیفیت بالایی دارن. میتونم بگم هم درسته هم غلطه. حالا این شاید یه جمله کانفلیکت فلسفی باشه، ولی بله، یه سری ترکیبات که بوی حشره کش دارن میتونن باعث بالا رفتن عدد اکتان بشن. برای همین این باور درست شده، ولی این الزام وجود نداره. یعنی من میخوام جنرالی صحبت کنم، الکل ها اکتان بالایی دارن ولی بوی حشره کش ندارن. پس این قانون ها رو بهتره که تو ذهن خودمون شکل ندیم. در مجموع یه سری ترکیبات آروماتیک هم ما داریم که عدد اکتان قابل قبولی دارن، باعث افزایش عدد اکتان و سوختن بهتر سوخت میشن. اینا بوشون نزدیک به تینر هست. حالا اگه دوستان اطلاع داشته باشن، ترکیباتی که داخل تینر استفاده میشه بخش زیادیش ترکیبات آروماتیکه. برای همین ممکنه یه سری از اکتان ها یا مکمل های سوخت بوی نزدیک به تینر داشته باشن. قطعا باید یه ذره متفاوت باشه، ولی میتونه بوی نزدیک به تینر داشته باشه. اگه بوی تینر باشه، الزاماً مکمل سوخت کم کیفیتی یا بی کیفیتی نیست و اگه هم داشته باشه، الزاماً نشون دهنده اینه که کیفیت بالایی داره نخواهد بود. در مجموع بهترین چیزی که شاید عامه بتونن حس کنن اینه که وقتی که مکمل سوخت رو استفاده میکنن، بعد از یه مدتی که اگه میکسینگ یا همون مخلوط شدن خوب اتفاق افتاده باشه، در واقع نحوه استفاده با طبق یه دستورالعمل استاندارد باشه، زمانی که حجم بنزین داخل باک کمه، استفاده بشه، بنزین زده بشه، اون مخلوط شدن به خوبی اتفاق بیفته، در واقع شما باید احساس کنین که نفس خودرو باز شده، شتاب خودرو بیشتر شده، نرمتر خودرو داره حرکت میکنه. این که دارم میگم بین خودروهای مختلف، با توجه عمر خودرو و مدل خودرو میتونه متفاوت باشه، ولی آدمایی که در واقع اصطلاحاً شاید بگیم ماشین بازن، به شرایط ماشین خیلی دقت میکنن، خیلی سریع متوجه میشن.
ولی ممکن است که اصلا شما متوجه نشین. شما خیلی ساده بخوام مثال بزنم برای شما ویتامین دی مصرف میکنین، ویتامین A مصرف میکنین، آیا سریع متوجه میشین دید چشتون بهتر شده؟ نه. یا اینکه مثلا آسیب ندیده چش شما؟ نه. واقعا رو بحث اوکتان هم یا مکمل سوخت هم میتونه اینطوری باشه. شما استفاده میکنین، اگه آدمی باشین که در واقع خیلی دقیق باشین روی کارکرد ماشینتون، رو کارکرد خودروتون، قطعا متوجه میشین. اگه وضعیت بنزین حالا با توجه به شرایطی که حالا بگیم متاسفانه واقعا الان وجود داره، کیفیت بنزینی که به دست در واقع مصرف کننده میرسه یه ذره با اون مقدار مورد نظر، اون میزان مورد نظر متفاوته، خیلی سریع شما متوجه میشین. ولی اگه نه به هر حال مثل من باشین که کمتر به کارکرد ماشین دقت میکنم، احتمال داره متوجه نشین. ولی واقعیت اینه که اگه بخوایم خیلی استاندارد به قضیه فکر کنیم، شما باید با نسبت مشخص مکمل سوخت رو با بنزین ترکیب کنید، برید تست آزمایشگاه و فقط هم شما به عدد اکتان دقت نکنین. شما باید بدونین که موادی که باعث بالا رفتن اکتان میشن موادی هستن که اصطلاحاً گروه‌های عاملی فعال دارن. گروه عاملی فعال یعنی میتونه باعث خوردگی یا تاثیرات متفرقه و منفی بشه. برای همین یه مکمل سوخت در عین حالی که باید باعث بالا رفتن اکتان بشه، باید از خوردگی جلوگیری کنه. و فقط بحث بالا رفتن اکتان نیست، یه سری مشخصه های دیگه هم داخل بنزین هستش که باید توسط مکمل سوخت در واقع تنظیم بشه. یه سری ویژگی های دیگه که دوست دارم اشاره کنم اینه که در واقع مکمل سوخت خوب میتونه یه سری ترکیباتی که بهش اضافه میشه باعث روانکاری بهتر و عملکرد بهتر پیستون داخل سیلندر ماشین بشه. با توجه به اون گروه‌های عاملی فعال که اشاره شد که باعث بالا بردن عدد اکتان میشن، یکی از موارد خیلی مهم ایجاد لایه محافظه که در واقع آسیبی قطعات داخلی خودرو نخوره. یه چیزی که خیلی در واقع داخل بحث اکتان مطرح میشه استفاده از MMT هستش. نکنید MMT در واقع یه ماده هیدروکربنیه که پایه فلزی و پایه فلز منگنز رو داره. در بازه‌های زمانی خیلی در واقع دیدهای مختلفی در مورد MMT وجود داشته و داره. MMT در یه بازه زمانی کاملا مصطلح بود و استفاده میشد. دوست دارم اینجا اشاره کنم که در حال حاضر قوی ترین ماده‌ای که برای افزایش اکتان شناخته میشه MMT هستش تو تمام دنیا. یعنی ما نداریم. بعض MMT در واقع تترایتیل سرب یا لیت هستش که الان هم استفاده نمیشه رو بحث‌های زیست محیطی. بعد از اون فروسن، بعد از اون میاد سراغ ماده‌های دیگه. اینو دوست دارم بگم. ولی استفاده از MMT در یه بازه‌های زمانی کاملا ممنوع شده. الان در کشورهای پیشرفته مثل آمریکا، مثل کانادا و حتی اروپا با یه حد مشخص و در نظر گرفتن یه سری بر واقع عوامل پیشگیرانه و استفاده از یه سری موادی که باید کنار این باشه داره استفاده میشه. اگه قرار باشه ما از MMT استفاده کنیم که الان من اطلاع دارم بعضی از تولید کننده‌های داخلی استفاده میکنن، حتما باید یه سری چیزها رو در نظر بگیرم که متاسفانه در نظر گرفته نمیشه. در انتها دوست دارم بگم که ما در شرکت اروند شیمی و برند پتروتکس سعی کردیم با کیفیت ترین و کامل ترین مکمل سوخت کشور رو تولید کنیم. با توجه امکانی که برای شرکت وجود داره، ما نمونه‌های بسیاری از شرکت‌های اروپایی و شرکت‌های آمریکایی آوردیم، تست کردیم، آنالیز کردیم و اون مکمل‌هایی رو که در گروه‌های مختلف داریم تولید می‌کنیم سعی کردیم به کیفیت اونها نزدیک کنیم. با اطمینان میتونم بگم که شما با خیال راحت میتونید مکمل‌های سوخت پتروتکس رو مصرف کنین و ما با کیفیت ترین مکمل سوخت داخل کشور هستیم.